سلام و درود و عرض ادب و احترام خدمت همه همراهای مستر عروس هلندی. خیلی خوشحالم از اینکه شما رو دارم، از اینکه منو نگاه میکنید، از اینکه همیشه دنبال آموزش‌های مفید هستین. امروز اومدم یه نکته بهتون بگم که دنیا بلرزه. این نکته رعایت کن، هیچ وقت عروس تخم پیچ نمیشه، یا اگه تخم پیچ شده تخمشو در آوردین هیچ وقت نمیمیره. این نکته رعایت کن. ببینید دوستان، تخم پیچ شدن عروس هلندی برمیگرده به تغذیه نادرستتون. تو رو خدا تغذیه عروساتون رو درست کنید. حالا یک سری ترکیبات و داروهای مفید تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم که هیچ وقت عروستون دچار کمبود کلسیم نشه که تخم پیچ بشه. خیلی خطرناکه. خیلی میان میگن عروسمون یک دفعه باد کرده، چاق شده، افتاده گوشه قفس، پف کرده، مرده. دلیلش که نمیدونن. دلیلش تخم پیچ شده. عروس تخم داخل مقعدش گیر کرده، یا به قول معروف تخم آبکی شده. تخمی که آبکی بشه، پوستش نازک بشه، نمیتونه عروس دفع کنه. پوسته تخم باید صفر باشه. با این تغذیه‌های اشتباهتون تو رو خدا تغذیه‌ها رعایت کنید. خب زیاد صحبت نکنم، بیشتر از این برم سراغ اصل مطلب. قبلش حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که گممون نکنید، چون خیلی کار داریم راجع به عروس هلندی. ببین دوستان، تخصص من عروس هلندیه، 20 سال تجربه دارم. تو این ویدیوهایی که میبینیم بهتون دارم میگم، تو 10 دقیقه 5 دقیقه 3 دقیقه حاصل سالها تجربه می دارم بهتون میگم. هیچ جا بهتون اینجور ویدیوهایی که همراه با تجربه رو نمیگن. همه یک کتابی میخونن، حالا منم کتاب خوندم ولی همه یک کتابی میخونن، یک سری تجربه کوچیکی دارن، بعد میان خدمتتون یک ویدیویی آپلود میکنم که اونا هم همکارای ما هن، واسه شون ارزش قائلن. ان که هر جای دنیا هستن سالم و سلامت باشن. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا آموزشامون رو گم نکنید. ببینید دوستان، عروس از کمبود کلسیم تخم پیچ میشه. کمبود کلسیم رو جدی بگیرید. ویدیو قبلی گفتم که عروس قبل از اینکه بخواد تخم بذاره یا جوجه بده، نطفه واکنه، بهتون گفتم عادسه رو حتما قاطیش کلسیلوکس بکنید اندازه نوک چاقو 10 روز قبل. ماده واقعا انرژی زیادی، کلسیم زیادی موقع تخم کردن از دست میده. حالا کاری ندارم به اونا که قبلش پیشگیری بود، اومدیم واسه درمان. الان عروس مادهمون تخم پیچ شده، یا یه دونه تخم کرده، تخم بعدیش تخم پیچ شده، تخم آبکی انداخته، داخل مقعدش تخم گیر کرده. چه کار کنیم؟ حالا باید حتما ببریم پیش متخصص، دامپزشک متخصص، این تخم از مقعد عروس مادهتون در بیاره. که حالا منم فرصت شد آموزش واسهتون میذارم در آوردن تخم از مقعد عروس هلندی به صورت کاملا صحیح و کاربردی، بدون هیچ درد و خونریزی که عروس بعضیا خیلی کارهای وحشتناکی میکنن که مقعد عروس هلندی کاملا پاره میشه. نه، بدون هیچ درد و خونریزی ما اینو واسهتون آموزش میدم ان شاءالله سر فرصت. ببینید الان عروسمون تخم پیچ شده، تخمو در آوردیم. خب تخمو در آوردیم، عروس هنوز بیحاله. عروس اینقدر کلسیم از دست داده، پف کرده، افتاده گوشه قفس، نمیتونه راه بره، یا هنوز تخم توی مقعدشه. بعد چه کار کنیم؟ ببین دوستان، این دوتا دارویی که میگم حتما قاطی کن بهش بده. 3 تا دارو، 3 تا دارویی که میگم حتما بهش بده. قطره حاکیمال آلمانی عادسه ای رو حتما قطره، 7 قطره عادسه ای، 2 تا نوک چاقو MSA، پودر MSA که پر از املاح معدنیه، 3 تا نوک چاقو پودر کلسیلوکس داخل 1/3 آبخوری. 1/3 آبخوری تقریبا میشه این اندازه آبخوری. میکنی خوب قاطی آب میریزی. آب ولرم رو به سردی باشه آبش، یعنی نه زیاد گرم باشه نه زیاد سعید، ولرم باشه که این پودرا خوب حل بشه. خوب که حل شد، خوب هم میزنی، هم که زدی کامل که حل شد، کف کرد،
بعد اونجا عروس رو با دست میگیری، هلوش 5 قطعه با خود آبدون یا خواستیم با سالنگ بدین 5 قطعه داخل به دهن عروس هلندی میریزین. عروس هلندی بخوره سرحالو به جا بلند میشه، به شما هم لبخند میزنه. خیلی دوستتون دارم. حتما کانال سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید راجع به چه نکته‌های مشکل دارین، راجع به چه چیزایی میخوایم ویدیو واسهتون آپلود کنم، اونو حتما واسهتون میذارم. قول بهتون میدم مشکلی موردی چیزی داشتین حتما کامنت کنین، سوالی داشتین حتما جوابتون رو میدم و راجع بهش ویدیو آپلود میکنم. خیلی دوستتون دارم. مرسی از این که همراه ما هستید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.